هیئت آمریکایی چشم به راه ایرانیان برای آغاز دور دوم مذاکرات در پاکستان است. ایران اما حضورش در این دور گفتگوها را رد کرده و گفته تا پایان محاصره دریایی ایران برنامه درباره این مذاکرات ندارد. آتش بس 15 روزه رو به پایان است و حمله های ایران و آمریکا به کشتی هایشان در منطقه آتش بس موقت را در روز آخرش شکسته است. ترامپ باز هم هشدار داد و گفت که در صورت توافق نکردن زیرساخت‌های ایران را نابود خواهد کرد. موقف ایران روشن، همیشگی و قاطع است. پاسخ حمله به حمله. سلام، به تحلیل یک خوش آمدید. من اسماعیل سادات میزبان شما هستم و برای کاوش بیشتر این موضوعات دکتر سید بلال احمد فاطمی آگاه روابط بین الملل با ماست. سلام آقای فاطمی، وقتتان بخیر. فرش میزبانی اسلام آباد شاهد قدم‌های هیئت ایرانی خواهد بود یا آمریکاییان همچنان چشم به راه و به مذاکره با آمریکا برخواهند گشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب برای خودم هم تعجب آور بود که طوری که ما در برنامه دیروز حتی پریروز گفتیم که ایران مذاکرات رد کرده و که گفته بود که به روز دوشنبه یعنی امروز متوقع بود، گفت که ما نمیاییم به اسلام آباد. بعدا دیدیم که یک توییت از چیز آمد از دونالد ترامپ و او توضیحات کافی داده بود، تشریح کافی داده بود و حتی گفته بود که نماینده های ما در طرف اسلام آباد در حرکت است و اونا به روز سه‌شنبه و چهارشنبه میرن، در حالی که از طرف ایران رد شده بود و هیچ کدام امیدی نداشت. برای من تعجب آور بود که امریکا چطور میتونه توی کار کنه که طرف مقابل حاضر نیست به مذاکرات و اینا پافشاری دارن و میگن هیئت خود روان میکنن. در این حال ما شما دیدیم که اینا گفتن که پاکستان، رسانه‌های پاکستانی خبر دادن که دیروز صبح ساعتهای 8 صبح یعنی روز یک شنبه ساعتهای 8 صبح 3 طیاره C-17 گلوب ماستر طیاره بزرگ امریکایی است در میدان هوایی نورخان چکلاله پایین آمدن و بعضی سامانالات ثقیله و اینا را در اونجا پایین کردن و بعد از 1 ساعت پرواز کردن و معلوم نشد از کجا آمده بودن و به کجا بازگشت کردن. اما با مجرد که این طیاره آمد، بعد از این طیاره یک اطلاعیه عمومی نشر شد. کنترل راههای اسلام آباد و راولپیندی در گرفته شد، راهها برای مردم مسدود شد، نقشه ترافیکی توزیع شد. به دو هتل 5 استار پاکستان رسما احکام جاری شد که تمام مهمانای خود بکشن، یعنی هتل سرینا و هتل میریت دیمریت با اینا اطلاع داده شد که میمانای خود بکشن. با شما معلوم است که بسیار هتل‌های قیمتی و پرگزاف اسلام آباد است و میمانایش میمانای عادی هم نمی باشه، همه میمانای دیپلمات و از بزنسمنای بزرگ جهان می باشه و اینا همه گیره برش گفته بود که اینا را بکشین، به حساب تزیین دوباره را شروع کنین. راه ها مسدود شد، ترافیک راههای متبادل برای مردم داده شد. یک هرج و مرج قوی که معلوم نبود و گفته می شد که این نشان میده که هیئت یا میمانایی که میمانای بزرگ است، کلان هستن. این دو هتل با کلگی باید چیز کنه. اگر میمان کم بود 10 نفر 20 نفر 30 نفر، خب یک هتل هم کافی بود که خالی میکردن. خالی کردن دو هتل مانعی بود که برای یک برنامه وسیع دارن برنامه میگیرن و در این حال گفته تو تصور میشد که بعضی از تحلیلگران میگفتن که ممکن اینا نمیگن اما خود دونالد ترامپ میایه. خب ایران قبول نکرده، اینا دارن آمادگی میگیرن و باز هنوز گپ معلوم نیست و دونالد ترامپ میایه. خب این چیزایی بود که تصور آدم نمیره، لحاظ عقلی و منطقی قابل پذیرش نیست که چیز در عقب ازی به بازی است. اما وقتی که توییت خود دونالد ترامپ دیدیم که در صفحه خود نوشت که نمایندگانمان به اسلام آباد می روند و فردا شب یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه در آنجا خواهند بود و مذاکرات اثر می گیرند و یک چانس خوبی است برای ایران. ما میتونیم مسائل حل کنیم. در صورت که ایران نپذیرد، ایران چنان خواهیم زد که به حساب تاریخ باید داشته باشه. اگر معامله نکنن این افتخار من خواهد بود. دونالد ترامپ نوشته کرده که آنچه را دیگران 47 رئیس جمهور انجام نداد من انجام خواهم داد. دیگه در این حال که
از یک طرف امید به نشست و صحبت ها میکنن، از طرف دیگه اخطار میتن و اخطارها را به طوری میتن که یعنی نیست و نابودتان میکنیم. خب سوال اینجا میاد که در 40 روز دیگه که شما چی میکردین؟ در 40 روز دیگه هم نیست و نابود کردن 18,000 حمله چی معنا داره؟ به معنای نیست و نابود کردن است. اگر نیست و نابود نتانستی بعد از این چی خواهی کرد؟ معنی است که اینا میترسانند اما او قدرت و صلاحیت ندارند، میخواهند که از راه فشار ایران به این مطیع و فرماندار بردار بسازند تا اینا مطالب امریکا را بپذیرند. در مورد از این که چرا ایران نامد، بر شما معلوم است که روسیه هم به ایران اخطار داده بود، خبر داده بود و چین هم برای ایران خبر داده بود و همچنان در برنامه دیروزی که من با خود شما داشتم در مورد دکتر عایشه صدیقی بر شما صحبت کردم که یک خانم که اونا از متخصصین دفاعی سیستم تحلیلگرای دفاعی هستند، اونا همچنان گفته بودند که یک بازی بزرگ از بذری اسرائیل برای انداخته شده، بنان ایران باید احتیاط کنه. از این بابت است که ایران میفهمه که بازی بزرگ است، پاکستان بازی داره، آسیم منیر که از دست آلی امریکا است و به اشاره از اونا داره بازی میکنه، اونا هدایت میتن، اینا تطبیق میکنن. بنان ایران با آسانی به این آمدن تن نداد و گفت که تا زمانی که دونالد ترامپ خود اصلاح نکنه درست نشه و تویتر ازی به طوری نوشته میکنه که اخطار میته، چیزی را نوشته میکنه که ما او را نگفتیم و او را نوشته میکنم، بنان رفتن ما اینجا درست نیست. و دیروز هم در برنامه خود با شما گفته بودیم که محمد باقر قالیباف گفت که 7 توییت کرده دونالد ترامپ، هر هفتش دروغ محض است. بنان این وقتی که سیاست با دروغ با پیش میرن، برای ما نیازی نیست که ما با دروغگویا بریم بشینیم. بنان اونا گفتن که ما آماده به جنگ هستیم، طوری که روسا و چینایان برشان گفته بود که شما باید آماده جنگ باشین، چرا که ناگهانی حمله میکنن. و ایران گفت که ما دست به ماشه هستیم و از همین بابت شما دیدین که دیشب نه پریشب اینا بالای کشتی های در خلیج فارس از بندر عباس حمله کردند. دونالد ترامپ در توییت خود نوشته کرده که ایران دوباره مرمی فایر کرده و این مرمی هاش تخلف از آتش بس بوده، اما ما را نزده. 2 کشتی فرانسوی و انگلیسی را زده و به اونا چیز کردن و گفته که کار خوب نکردن، باید این کار نکنن و نه ما جواب ازی را به طور خواهیم داد که اینا را نیست و نابود خواهیم کرد. و باز گفته که ایران اخیراً اعلان نمود که تنگه هرمز را بند میکنیم. ما قبلا این کار را انجام دادیم و این کار برای ما کمک میکند و برای خود ایران ضرر میرساند. 500 میلیون دلار خساره میبینن روزانه و برای ما هیچ کدام ضرری نداره. بنان دونالد ترامپ طوری میگه که حمله که صورت گرفته که ما میگیم که آتش بس شکسته، او میگه بالای ما حمله صورت نگرفته، در حالی که خود خبر ما از کات ریتر که ویلاگش دیدم، او میگه که از بندر عباس کشتی های ایران زده شده، کشتی های امریکا زده شده، کشتی های امریکا غرق شده. دونالد ترامپ میگه کشتی های انگلیس و فرانسه زده شده و کشتی های انگلیس و فرانسه که زده شده معنیش است که در جنگ اونا را میخواد دخیل کنه و اونا خبر دارن کشتیشون زده شده باشه، خب اطلاع دارن، در حالی که اونا فرانسوی ها و انگلیس ها میگن که این کشتی های ما زده نشده مگر هم نفرهای ما را اسرائیل در لبنان زده، فرانسوی هم کشته شده و در اونجا دیگه پاسبانای ملل متحد کشته شده. یعنی خبرهای زد و نقیض میخوان که دامنه آتش وسیع کنن و ایران از این چیزا آگاهی داره. بنان آتش بس قبلا شکسته، اما بازم امریکا میگه که منتظر 48 ساعت آینده هستن تا ببینن تغییرات در میان. به این که در اسلام آباد چی میگذره، فعلا هم در اسلام آباد فعالیت ها دوام داره. پاکستان طوری نشان میده که اینا عالم پرومید هستن و لابیگریشان ادامه داره تا ایران به یک رقم قناعت بتن و این موقع از دست نتن. به نظر من ایران حتما با روسیه و چین مشوره کرده اقدام میکنه و فکر میکنم که چین و روسیه سر چیز شور دادن که یعنی باید اینا نبین و نامدنشان به فایده ایران است و فشار آوردن بالای امریکاست و چهره امریکا دیگه افشا میشه. امی که لابیگرای از اینا در تلویزیون‌های مختلف میان که ایران درخواستی میته و عذرگزاری میکنه و درخواستیش او طرف انداخته میشه و اونا تسلیم هستن. وقت در اینجا معلوم میشه که
10,000 کیلومتر یا 15,000 کیلومتر امریکایی‌ها سفر میکنن به اسلام آباد میرن بدون از اینکه طرف مقابل حاضر باشه که بیا یا نمیه. ایران نمیه. اینا عذر و زاری را کی میکنه؟ عذر و زاری را خونا میکنن. نیاز از اوناست. و دیگه ایشون به کلی واضح معلوم شده که همین تمامی کار را که پاکستان میکنه این به اشاره امریکایی هست. اونا برش هدایت میتن ما از اینجا فشار میاریم، شما اونجا برای ما نوشته کرده برین که به اوشکو جنگ نکنین، آتش بس نشکنانین، امید برای مصالحه است. بنانی ساخت و بافت بین پاکستان و امریکا و اسرائیل است و دامی است برای ایران. سپاس آقای فاطمی. آیا پاکستان موفق میشه ایران به میز مذاکره بیاره؟ یک بخش سوال. و بخش دوم ای که اگر این مذاکرات سر گرفته نشه و آغاز نشه، خب احتمال جنگ چقدر میتونه بالا باشه و اوضاع چگونه خواهد شد؟ آتش بس هم میبینیم که رو به پایان است. ببینن اگر شرایط ایران پذیرفته شود ایران میه بالای سر میز، اما ایران میگه که اگر نشه در برنامه دیروز هم گفتیم، همون جمله خود تکرار میکنم که جنگ میشه، جنگ یک هفته‌ای یا در روزی دیگه میشه، باز امریکا مجبور میشه که به شرایط ایران تن بده و دوباره بالای میز برگرده. یعنی یک جنگ وقفه‌ای دوباره با صورت میگیره و هم جنگ طویل نمی باشه، چون امریکا و قدر اسلحه در منطقه نداره. و باز هم شما ایران پیروز میدانین در جنگ هم؟ در مبارزات سیاسی هم در ایران دست بالا داره، موفق است، چرا ایران دروغ نمیگه و اینا دروغ میگن. یعنی یهود و نصارا دروغ میگن. اینا باید مسلمان ها بدانن. من نمیدارم ضمیرها و ایمان مسلمان ها چرا استراحت و خواب است. اینا باید بدانن اونا دروغ میگن، فریب میکنن و تنها یک ایران زیر تاب نیست. بعد از این نوبت ترکیه است، بعد از اون نوبت مصر است، بعد نوبت پاکستان است. از برای خدا چی وقت بیدار میشن؟ چی وقت بیدار میشن این مردم؟ در بغض و کینه‌های مذهبی کلگی در گرفته. از روی خدا از این خوابهای غفلت بیرون بیاین، بگذارین او پوشای ساختگی را. اگر از اینا من پرسان کنم که امام مالک یا امام ابو حنیفه یا امام حنبل، اینا امام جعفر کدامش به کدام مذهب بودن؟ خودشان مذهب نداشتن، اینا شما این مذاهبی باید اونا رو تعقیب میکنه. بنان در دین اسلام مذاهب نیست. در دین اسلام خود دین سنت پیامبر خداست، به او پیوند کنین، انشالله راهایتان بیدار میشه. و ایران دست بالا داره، ایران دروغ نمیگه و اینا دروغ میگن. بسیار تشکر. آقای فاطمی بسیار کوتاه اگر به این اشاره داشته باشیم که آسم منیر به پاکستان به ایران رفت، ولی میبینیم که ایران قانع نتونسته بسازه که تا به میز مذاکره بر بگرده. آیا باز هم پاکستان و آسم منیر مجبور به این خواهد شد که باز به ایران بره؟ نه، ایران قائل کرده بوده، ایران و مسوده را قبول کرده. خب پس اما توییتای دونالد ترامپ همه قضیه را خراب کرده. از همین بابت به دونالد ترامپ هدایت داده شده که تو دیگه توییت نکو. وال استریت جورنال نوشته میکنه که به دونالد به نظرتون به آقای ترامپ که دیگه توییت نکنن؟ استخباراتش و امو استبلیشمنت امریکا برش گفته که دیگه توییت نکو، چرا که امی دوستای بین المللی مثل پاکستان و ترکیه و مصر و کسایی که دخیل در این موضوع هستن برش گفتن که جلوی دونالد ترامپ بگیرن. ببین یک اگه وقت داشته باشین یک چیز دیگر براتون بگم. وال استریت جورنال نوشته میکنه که دونالد ترامپ خود ظاهرا انسان دلاور و با جرأت نشان میده، اما از درون این پوشالی شده، زیر فشار نفسی است، حتی شبی را خواب نمیبره. و همین که در 2 بجه 3 بجه شب توییت میکنه، این در تکلیف روانی زیر نشان میده که زیر فشار است، نمیفهمه به کدام راه بره. بنان برمیخیزه و توییت میکنه و به ذریعه از او امو فشار ذهنی و درونی خود کم میسازه. و این را بر دنیا میگه که او اگر دیوانه است خود دورش کنن، اگر جور است بفهمانش که در نصف شب توییت نکن. سیاست جهانی به توییت های نصف شبی خراب میشه. از همین بابت است که ایران بهش گفته که ما نمیم، چرا ما چیزی را که نگفتیم تو را برای من نوشته میکنی. ما با آسم منیر رو گپا را نزدیم که من یورانیم خود برای تو میتم. ما با آسم منیر گپا نزدیم که من تنگی هرمز را رها میکنم. ما با آسم منیر نگفتیم که تنگی هرمز ما بعد از این دیگه از کنترل من میبره و پولش نمیتم. چرا تو دروغ نوشته میکنی؟ اینا که تو دروغ نوشته میکنی ما بالای میز نمیم. از این بابت بالای دونالد ترامپ فشار است که برادر تو دیگه در توییت نوشته نکو. و دونالد ترامپ میگه که وعده داده که نوشته نمیکنه، مگرم خودشان پس نوشته میکنن که این آدم قابل اعتماد نیست، ممکن که نصف شب باز بخیزه و باز نوشته کنه. چرا زیر اینا ما باید این سوال کنیم که چرا زیر فشار است؟ فشار از خاطر است که
فشار درونی از طرف مملکت و سیاسیونیش است، فشار از طرف نتانیاهو است. و حتی ما یک چیز دیگر رو مگه اسماعیل جان اجازه تان باشه بگم اینجا که ما فکر میکنم که شاید همی توییت خود از آدم نکنه، شاید همی صفحه ازی در کنترل یهودا باشه. نتانیاهو برای هدایت میته که توییت از طرف ازی نوشته که حالت خراب شود و اگه این چیز بگه شاید برش بگن که فایل اپستین تیار است، شور نخو. اگه شور بخوری ممکن همین چیز باشه. اگه یک دنیایی که رئیس جمهور کنترل میکنه، نظام مملکت امریکا رو کنترل میکنه، آیا یک توییت کنترل کردن نمیتونن؟ خب ممکن همین کار شاید اسرائیلیا میکنن و دونالد ترامپ گفتم نمیتونه که ما نوشته نکردیم. از طرف از اون این رقم در دنیا زیاد شده. شما دیدین از طرف عمران خان در توییت نوشته شده، بعدا عمران خان آمده که ما نوشته نکردیم. یا فرضاً از طرف سیاسیون جهان عرب بعضی توییت ها آمده که اونا بعدا آمدن که ما نوشته نکردیم. آقای ترامپ خودش نگفته که ما این توییت ها رو نکرده. ممکن رضایت داشتن به نظرتون؟ نه رضایت نه، من نگفتیم که رضایت دارم، من گفتم فشار. بله یعنی وقتی که اسرائیل اگه فایل اپستین برش نشان میده که گپ نزنیم ما که چیزی نوشته میکنیم، چرا که اونا دارن تخریش میکنن این برنامه. بله یک گپ دیگه هم در اینجا است. ایران برای آسم منیر و دیگران گفته که در نشست ما با کشنر و ویتکاف خوش نیستیم، اونا تعمیری نیستن، اونا تخریبی هستن، نفرای نتانیاهو هستن و یک واقعیت است. اونا نشاره دادن که ما با جی ونس به حساب خوب احساس میکنه، یعنی عقلانی صحبت میکنه، اگه او بیایه بهتر است. و توییت دونالد ترامپ نشان میده که او نوشته کرده که چیزی که شما رو خوش میسازه او رو من نمیکنم، یعنی جی ونس نمیایه و کشنر و ویتکاف میایه. اینا همین توییت هم نشان میده که این توییت اگه دونالد ترامپ کرده باشه خودش معنای ازی است که تخریب میکنه چیزا مصالحه را. و اگه این خودش نوشته نکرده حتما کسی است که میخواد که این رقم شکل تخریبی ببخشید به شکل تخریبی نوشته میکنه. بسیار تشکر. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل یک امشب سپاسگزار هستیم. پایان تحلیل یک امشب. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.